حالا آقای ربانی که مشکل با روسیه داشت، رویش طرف روسیه کو، یکیش به طرف پاکستان کو، یکیش به طرف آمریکا کو، به هر حال رویش طرف روسیه کرد. زمانی که به عمر شیرینی کردی گلوله از دانش بوش دمون که پیش افتاد، وقتی پیش افتاد خاکباد کرد، همه ایش خلاصه شیش وقتی بلند شد تو بدبدر شد. این چیز خطباتی رهید و اون چیز کار داشت. میلاد با سعادت منجی عالم حضرت مهدی موعود را خدمت عزار محترم و مهدی دوستان تبریک عرض می‌کنم. بریم سر اصل مطلب. وقت کم. آقا گفت دولت افغانستان یک بمب ساخت. در زمان گروه بود سرم زکوی چارکار. حالا آقای ربانی که مشکل با روسیه داشت، رویش طرف روسیه کو، یکیش به طرف پاکستان کو، یکیش به طرف آمریکا کو، به هر حال رویش طرف روسیه کرد. زمانی که به عمر شیرینی کردی گلوله از دانش بوش دمون که پیش افتاد، وقتی پیش افتاد خاکباد کرد، همه ایش خلاصه شیش وقتی بلند شد تو بدبدر شد. این چیز خطباتی رهید و اون چیز کار داشت. آقا جعفر اسم مستعاره، کسی در خود نکنه. جعفر بود پیردار بود. شاه بود پیرم کرد، گفتم اینش خلاصه پیرم اون سید یک نفر از پایین سیاسیان شما. ما خواه بودم قرول بودم زدم ماشک قدم سید بودم که نفر خود می خدا رحم داده که ماشک دادم. آقا تشویق هم کنی. حالا بریم سراغ برادر عزیزمون جناب آقای حاجی صادق. خدا شاهد دوستا نامش صادقه ولی هیچ گونه بوی از صداقت نبرده. آقای حاجی صادق یک چند شبی بود که خواب میدید. خلاصه رفت دکتر، گفت آقای دکتر ما یک چند شبه که خواب میگیرم. چی خواب میگیری؟ خواب میگم خلاصه اینا قطخر فوتبال منم. آقا دکتر برایش دارو تجویز کرد، گفت دیگر بار اینمیر بخور خوب میشه. گفت آیا گفت از این شب بر بخیر بخور. گفت آیا دکتر موش از این شب نخورم؟ گفت چرا؟ گفت چون این شب فینال برم. از این طرف مجلس اصلا نه صدای تشویق میاد نه کف میزنه. بگذار یک چند تا از اینا بگیم که خود را دیگه تازه شد. مردم گفت خانومش قچو زد، حالا جنگ زد قچو زد دیش چی خود. این خانوم هست که چپ بود، دیست کرمی تو موش گرفت. آی ما رو فلج کده. یک روز، دو روز، 20 روز، یک ماه. بعد شوهرش هم واقعا باور شد که میدیست از این ما فلج کدم. آقا رفت دکتر گفت آی دکتر ما شوهرم زنده یک ماه که این دیست میره کم موش منده. این دکتر سر که دیست از این نکدم مشکلی داره. خب دکتر مو فهمه دیگه. گفت خواهر من این شوهرتم خیلی آدم بیرحم بوده. ما در این ترجمه قبلا دیست از تو چی رقم بوده؟ گفت آی دکتر با خدا این دیت بود. گفت آقا مموتی میگر برو. خب دوستا در این نرخ دلار و گرانی طلا و مجردها باید تحمل کنه بخانه بمونه. آقایونی هم که زن داره فقط بگی چشم، هرچی گفت فقط بگی چشم، اما نترسید. خانما مثل موتورگازی ممونه، غرور زیاد سرعت کم. خب برگردیم بازم سراغ جناب آقای صادق. آقا بگو جعفر مراد طرف بالا حاجی صادق بود خرومشوش دله بیاد. بعدی جعفر هم گفت چکار میگفت خرومشو بود نشیمونده اینو میگفت دور مرد که ما روزه خدا بشی میرم. خوی رفت از بال برگشت اما سب کی ویه منه چرا گریه کنیم؟ بود خروم مرد گفت های تیم تور نگذم نشی بود بار میگه نکده ششتو نشده چی قدم مرد. آقای حاجی صادق خلاصه کسایی که خیلی هم دوست دارم، دوستان واقعا از ما دعوت کرد که امشب در اینجا با این ما وقتی نداشتیم چون مسافرت داشتیم تهران، حالا زود برگشتیم. امشب زوری ما کشم میکرد، خیلی هم آدمگی هم نداشتیم، وقت هم کمه.
خلاصه از همه دوستان تشکر کنیم. حالا در آینده انشالله استجابت در می‌دیم. یا علی یک کف مرتب به افتخار خودت.